چته پس بابا، منم مثل تو استرس دارم که دوباره موشک نخوره تو خاک کشورم. دلیلشو باید پیدا کنیم، حذف کنیم. دلیل اینکه موشک خورد تو خاک ما کیان اینا؟ برای اینکه اینا رو حذف کنیم چیکار باید بکنیم؟ دلیل میخوای؟ من دیگه هیچی نمیگم، برو گوش بده ببین سام چی میگه. اما خدافظ. من آب از سر گذشته وظیفه خودم میدونم، به وسیله هنر و تریبونی که دارم آگاهتون کنم. بیدار شید ملت ایران، امروز سهم ما از آب و برق و گاز و نفت میره برای غزه و لبنان و فلسطین بیشک. فردا غربتی برای ما میکنه امر و نهی، بعد تو خاک خودمون واسه خودمون شاخ میشن. امروز کشته میشیم اگه بیایم تو خیابون، فردا در خونمون رو وا میکنن میان تو. امروز پول هسته‌ای در میاد از جیبامون، فردا کنی اعتراض همون موشکا میاد رود. مشروب خوب کمیابه، مواد خوب زیاده، چون که واسه بقاشون مردم بشن بیخایه. بخوام بدن ادامه سکوت ما نیازه، تنها راه آزادی اتحاد و قیامه. اعتراض ما همون اعتصاب ماست، چشمای دست رفته انتقام میخواد. از خواب بیدار بشید، اومده افتضاح به بار. استراب به ماها داده خیلی رفته اختلال حواس. فراموش کردین یادتون میارم، مادر پژمان ننو داغ دلش تازه است. بهنام لایخپور نامش جاودان است، نیکا و سارینا اسمای ماندگارن. مجید رضا رهنورد سمبل رشادت، محسن شکاری، محمد حسینی، مهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی. باز بدم ادامه این افراد یعنی نبوده عدالت. تناب دارشون شرمنده گردناشونه، میبینی پاجر رو اگه خوب کنی نظارت. از چیزایی شدیم محروم که حق ما بوده. سهم ما کجاست؟ شیب آقازاده ها خودشون کجان؟ کف ونزوئلا اونا لای پرقو ماها زابرا. اگه متحد نباشیم نمیرسه زور ما.